پس از اونه که ما کاملا همه سینکشی را به انجام میرسونیم و سنجشه که از جهت بگیم فیزیکی از با استفاده از مولتیمیتر تستر همه ورودی و خروجی های پیلسی را سنجش میکنیم و باوری حاصل میکنیم که ما از جهت سیمکشی یگان نقصان نداریم و یگان کمبودی نیست. بعدا هم میریم سراغ همون راه اندازی پیلسی. خب پیلسی که از ما هست در اینجا علاقه کلی بینید خروجی ورودی و خروجی هاش وصل نیست و ما میریم اول ورودی ها را میسنجیم. ما چند سیگنال داریم از ورودی که سیگنال ها با اونو اعمال میشن یا که نه. مثال ما اینجا یک کلید استراحتی را میزنیم و میریم میبینیم که از ما ورودی روشن میشود یا که نه. ببینید از ما اینجا یک ورودی روشن شد. خب اونم هست ورودی که تعلق داشت به کلید استراحتی ما. خب بعدا هم در هر یک اکرانی که HMI که ما برنامه ریزی میکنیم حتما باید یک قسمت مهم از قسمت مینوال یعنی دستی باشد. خب اینجا از ما قسمت دستی هست. بینید که من همون 18 تا خروجی و کلی چیزایی که ما در آنجا داریم من در اینجا هست. پس که من یکم الکترود گیرون میکنم. بینید از اینجا روشن شد و از ما هم یک خروجی ما از اینجا بینید که روشن میشه. خب دویم هم روشن میکنیم. بینید از اینجا هم جریان بینید خورده ایستاده. سیوم هم بینید از کجایی که من دستی از هر کجایی که خواسته من روشن کردم. خب این از قسمت دستی که خب سنجش یک ما از اینجا از طریق اکران بین HMI به انجام میتیم که همه خروجی ما کاملا باید که درست باشند. خب ما از اینجا باز نساس داریم. بینید نساس ما روشن شد. این هم دستی است. قسمت دستیش است. یک نساس چای دیگر داریم ساده دی. این هم و خارج کنی از اینجا هست. من این الارم است که سیگنالیزاسیون ما است و باز یک سیگنالیزاسیون هشدار هون داریم در بیرون. خب این هم از یک خروجی ماست که برای حالت اضطراری معین شدگی است. خب یک نکته مهم در اینجا بررسی کردگی هستیم. زمانی که ما همه بگیم ورودی های ما فعال است. بینید از اینجا ما روشن کردیم این سر را. زمانی ما کلید اضطراری را میزنیم کاملا همه چیز ما قطع میشه. خب پیلسی که روشن است همه روشن هستند اما مدار اون یعنی سیمکشی که در اون انجام دادگی کاملا قطع میشه. رسید این هم دستی. خب از اینجا ما داریم فشار و جریانی که در اینجا از ما هست. خب این قسمت هشدار هم که داریم. بینید اینجا ما هشدار هم میگه تو فشار نهایت بلند است. خب این ترجمهش کاملا به زبان ترکی انجام شدگی نیست. انشالله که بیان به اتمام میرسه.